این خواب تاجیک است. اما با خاطر خواب تاجیک کارتوبی های شما رو ببینه. باور کنید دوستان عزیز، ما قبلا میگفتیم حبیب میگفتیم اسلام میگفتیم، ولی امروز بایستی بلندی و تندرستی و خاطر پرواز بلندی خدا میکنه. بار حضور نورالله علیه السلام برای خدا نورالله نفر بود که از همین میدان برآمده بود، از همین میدان میانی مثل شما نورسی بود که قدم میزد و امروز ببینید این پرواز بلندی و خواب تاجیک در میدان ایسی است که موجود در دنیای شما با خاطری ما شمال و تابان از دو موضوع کشا بیزن رقیبان از زمین بر هوا بیباش بودین و جسم و راه قوی که میدان ایوه سینما رکیه مخلصان عزیز نورالله عفاس سیکلوس روز مزدرم کردید از رحمت سلامات باشید.